توی یکی از روستاهای شیراز زندگی می‌کردیم. سال 94 بود که دوم دبیرستان بودم. پدر خیلی سختگیری داشتم که خیلی محدودم کرده بود. کاملا برخلاف انتظار برای تولدم گوشی گرفت. باورم نمیشد، ولی خب حق نداشتم وارد فضای مجازی بشم. و هزار و یک شرط دیگه. اون موقع تازه 16 سالم شده بود و توی مدرسه تیزوشان درس میخوندم. حواسم تماما جمع درس بود و هدفهای بزرگی داشتم. یادم تازه محرم شده بود و اون سال محرم تو فصل پاییز بود. از پسر خالم اومد خونمون و گفت شب میای بریم جلوی مسجد عزاداری؟ گفتم باشه میام. بعد از شام رفتیم جلوی مسجد روستا. خیلی شلوغ بود، تا اینکه این به این توجه هم جلب پسری شد که قد بلندتر از بقیه بود و داشت سر به زیر زنجیر میزد. دیگه حواسم به عزاداری نبود، مدام زیر نظرش داشتم. خیلی به چشمم جذاب می اومد. توی روستا همه همدیگر رو میشناسن، ولی خب من چون بابام خیلی زیاد سختگیر بود حق بیرون رفتن از خونه نداشتیم. برای همین کسی رو نمیشناختم. خلاصه که چند شب من به شوق دیدنش میرفتم جلوی مسجد. نگاش میکردم. حس خوبی داشتم. یه چیزی ته دلم رو قلقلک میداد. گاهی هم متوجه نگاه های اون به خودم میشدم. تقریبا یکی دو هفته از عاشورا گذشته بود که پسر خالم اومد خونمون و گفت فاطمه تلگرام داری؟ گفتم نه ندارم، بابام اجازه نمیده. گفت بیار برات نصب کنم. خب هر وقت خواستی پاکش کن، کسی هم نمیفهمه. هم میترسیدم هم دوست داشتم این کار رو انجام بدم. دلو زدم به دریا و گفتم باشه. تلگرامو نصب کرد و منو توی یکی از گروه‌های تلگرامش اد کرد. شب یواشکی آنلاین شدم، رفتم تو گروه، دیدم بحث داغه. نگاه کردم دیدم پسری که ازش خوشم میادم تو گروهه. یا آن از خوشحالی میخواستم بال در بیارم. اصلا فکرشو نمیکردم بخوام اینجا ببینمش. یه اتفاق غیر منتظره بود برام. اسمش میلاد بود. حالا دیگه اسمشم میدونستم. توی گروه یکم چت کردم و بعدش سری تلگراممو پاک کردم تا یه وقت بابام نبینه. دو سه روز گذشت، مدام تو فکرش بودم. بنابراین دوباره تلگرامو نصب کردم و آنلاین شدم. دیدم پیام دارم. با دیدن پیام قلبم ریخت. تپش‌های قلبم شدت گرفت. میلاد تو پیوی بهم پیام داده بود، نوشته بود سلام، چرا آنلاین نمیشی؟ قلبم اومد تو دهنم. اولین بار بود که با یه پسر صحبت میکردم. چقدر خوشحال شدم از اینکه اونم بهم فکر میکرده. یکم چت کردیم تا اینکه پرسید از بچه‌های روستایی؟ گفتم آره. گفت کی هستی؟ ترسیدم و بهش چیزی نگفتم. از اینکه باهاش صحبت میکردم حس خوبی داشتم. راستش باورم نمیشد انقدر سریع بتونم باهاش ارتباط بگیرم. خلاصه رفته بود از پسر خالم پرسیده بود که این فاطمه کیه که اد کردیش تو گروه. اونم گفته بود دختر خالمه. میلادم اومد گفت حالا میدونم کی، فلانی هستی، اسم باباتم اینه، اسم مامانتم اینه. نمیدونم چرا استرس گرفتم که گفت راستش ازت خوشم میاد، میتونی با هم ارتباط داشته باشیم؟ خدای من باورم نمیشد. چند باری جملهشو خوندم که ببینم چشمام درست دیده یا نه. دقیقاً انگار توی دهنم بود قلبم. پسری که ازش خوشم اومده بود الان داشت بهم پیشنهاد میداد. قبول کردم. از اون شب به بعد کارمون شده بود چت کردن، تا اینکه یه روز جمعه صبح که از خواب بیدار شدم طبق عادت سری گوشیمو برداشتم تا آنلاین بشم. همون لحظه بابام اومد تو اتاق و با چهره‌ای در هم گفت بده ببینم اون گوشی رو، چی توشه که همش سرت تو گوشیه؟ انگار آب داغ ریختن سرم. تپش قلب گرفتم و سری تلگرامو پاک کردم. گوشیو با دستای لرزون دادم به بابام. قلبم تو دهنم میزد. گوشام داغ شده بود. بابام گوشیو ازم گرفت و گفت گالریت کجاست؟ مستقیم رفت قسمت گالری. از استرس داشتم ناخونمو میجویدم. یکم پوشه ها رو نگاه کرد و یهو رفت تو قسمت سیوای تلگرامم. خدایا اینجا دیگه آخر خط بود. عکس میلادو سیو کرده بودم. با یه نگاه ترسناکی گفت عکس این تو گوشی تو چی کار میکنه؟ زبونم بند اومده بود. گفتم به خدا تلگرام نصب کردم. از تو گروه نمیدونم چطوری سیو شده. به گمون خودم میخواستم گولش بزنم. داد زد گفت تو بیخود کردی؟ مگه نگفتم حق نداری چیزی نصب کنی و سرت تو گوشی باشه؟ با اجازه ای کی این غلطو کردی که حالا عکس پسر مردم تو گوشیته؟ گفتم غلط کردم بابا. گفت فقط از جلوی چشمم برو کنار، وگرنه هر چی شد پای خودت. سری رفتم اتاق و در رو بستم. میترسیدم نکنه پیام بیاد رو گوشیم که اون موقع دیگه بیچاره بودم.
یکم سر صدا کرد و شنیدم که قطع شد سر صداش. توی اتاق نشسته بودم که یهو در باز شد. با استرس از جا پریدم. مامانم که دیدم نفس عمیقی کشیدم. گفت برای چی این کارو کردی؟ الان خوب شد گوشیتو گرفت؟ هیچی نداشتم بگم، سرم پایین بود. گفت گوشی رو برده تو حیاط با آجر بشکنه، نذاشتم. الانم بیا نهار آماده است. خیلی ناراحت بودم چون بابا گوشی رو گرفته بود ازم. مدام به میلاد فکر میکردم. یعنی داشت چیکار میکرد؟ چه حالی داشت؟ 2-3 روز بعد قرار بود مامانم بره برای اربعین کربلا. تقریبا 1-2 روز بود مامانم رفته بود که بابام صدام زد و گفت بیا گوشید اینو بگیر، ایمو نصب کن، با مامانت تصویری حرف بزنی. خیلی خوشحال شدم. لحظه شماری میکردم شب بشه بتونم با علی چت کنم. دوباره تلگرامو نصب کردم و کارم شد چت کردم با علی. پرسید چرا نبودی؟ گفتم درس میخوندم و بهانه آوردم براش. روز و شب چت میکردیم. اون دانشجو بود و 25 سالش بود. هم مربی والیبال بود هم مربی فوتبال. دقیقاً 9 سالی اختلاف سنی داشتیم. تا روز اربعین که خالم سفره حضرت زینب باز کرده بود قرار بود برم کمکش. به علی گفتم میرم خونه خالم. گفت میشه بیای ببینمت؟ قلبم ریخت. استرس گرفتم و گفتم من جایی رو نمیشناسم که. همین که اگه کسی ببینه چی؟ گفت پشت خونه خالتینا یه باغه، بیا اونجا، نترس، کسی نمیاد اون طرفا. هم دوست داشتم ببینمش هم میترسیدم. خلاصه گفتم انشالله که چیزی نمیشه و یه دستی به سر روم کشیدم و با کلی استرس و تنش رفتم باغ پشت خونه خالم. زودتر از من اومده بود. از دور که دیدمش استرسم بیشتر شد. چه اشتباهی کردم؟ اگه کسی میدید چی؟ تون به سمتش قدم برمی داشتم که پام پیچ خورد. زود خودم رو مرتب کردم و نزدیکش شدم. با 2 قدم فاصله روبروی هم ایستادیم. باورم نمیشد که از این فاصله داشتم میدیدمش. بهش سلام دادم و لبخند زورکی زدم. چون همه حواسم پرت این بود که خدا کنه کسی نبینتمون. متوجه استرسم شد و گفت نترس، الان کسی این طرفا نمیاد. ولی خب من استرس داشتم و فقط میخواستم از اون موقعیت فرار کنم. گفتم خب من برم دیگه، نگرانم میشن. لبخندی زد و گفت باشه برو. دستمو دراز کردم طرفش و گفتم خداحافظ. به دستم نگاهی کرد و مردد با هم دست داد. خداحافظی کردیم و من تون رفتم خونه خالم. خیلی حالم خوب بود. حس قشنگی داشتم و کلی با هم در مورد اون چند دقیقه‌ای که همو دیده بودیم صحبت کردیم. اما خوشحالی من زیاد دوامی نداشت. روزا گذشت و مامانم از کربلا برگشت که بابام دوباره گوشیمو ازم گرفت و گفت موقت بهت داده بودم که بتونیم با مادر در ارتباط باشیم. حالا این گوشی پیش من میمونه. اون شب به خاطر اینکه باز قرار بود از میلاد بی خبر بمونم کلی گریه کردم. نزدیک امتحانات ترم اول بود. بنابراین به میلاد گفتم که دیگه نمیخوام ادامه بدم، بهتره تموم کنی. گفت چرا؟ گفتم چون درس دارم و درسم برام مهمه. دقیق یادم نیست چیا گفتیم و چی شد، ولی من اکانت تلگراممو دیلیت کردم و گوشیمو دادم دست بابام. خودمو با درس مشغول کرده بودم که کمتر بهش فکر کنم. چند ماه گذشت و شد عید سال 95 که بابا به خاطر تعطیلات گوشیمو داد. دوباره وارد تلگرام شدم. یه پیام اومد که سلام، دلم تنگ شده بود برات. فهمیدم میلاده. راستش اصلا انتظار نداشتم که به فکرم باشه. میگفتم حتما فراموشم کرده. لبخند عمیقی زدم. آخه دل منم براش تنگ شده بود. دوباره شروع کردیم به صحبت و رابطمون از نو شروع شد. به بابامم قول داده بودم که تو درسام افت نکنم ولی گوشی هم داشته باشم. اونم قبول کرده بود. این وسط هم اصرارای میلاد که بیا همو ببینیم خسته و کلافم کرده بود. مدام میگفتم نمیشه، شرایط ندارم، ولی گوشش بدهکار نبود. تا شد آخر اردیبهشت، نزدیک امتحانات ترم دوم، گیر داده بود که بیا ببینم تو باید بیای. باز همون حرفای همیشگی، ولی این بار انقدر کلافه شدم که گفتم اگه نمیتونی اینطوری ادامه بدی تموم کنیم. اونم خیلی عصبانی گفت آره تموم کنیم، توی دانشگاه انقدر دختر است بتونیم همدیگر رو ببینیم، ولی تو فقط میگی نه. راستش دلم خیلی از حرفش شکست. اصلا انتظار اینو نداشتم. بنابراین دوباره رابطه ما کات شد. ماها گذشت و شد محرم سال 95. دلم بد جور هواشو کرده بود. دلتنگی داشت بهم فشار می آورد. این بار خودم به عشق دیدنش میرفتم جلوی مسجد ولی اون نمی اومد.
یه شب گذشت، 2 شب گذشت، دیدم نبود که نبود. خیلی ضد حال خورده بودم. کلی 2 تا 4 تا کردم سر غرورم و تصمیم گرفتم بهش پیام بدم. دوباره وارد تلگرام شدم. این بار بهش پیام دادم که سلام میلاد، چرا نمیای جلوی مسجد؟ روی گوشی نشسته بودم که جواب بده. جواب داد بیام که چی بشه؟ دوباره با هم حرف زدیم و قرار شد از فرداش بیاد. فردا شب شد و دل تو دلم نبود. اومده بود و از دور نگاش میکردم. چشمش که بهم افتاد لبخند زد. خیلی ازش خوشم میومد. تو دلم 1000 بار تحسینش میکردم. بعد جوری ازش خوشم میومد. چت کردنامون دوباره شروع شد. این بار خیلی با ملایمت با هم حرف میزد. حرفای عاشقانه و قول و قرار برای آینده. چقدر تو دلم قنداب میکردن. حس قشنگی بود. با اونی که دوستش داری برای ازدواج و آینده برنامه ریزی کنی و تا صبح راجع بهش حرف بزنی و رویا ببافی. تازه برادر بزرگترش نامزد شده بود و میگفت بعد عروسی داداشم میام خواستگاری. هم تو کنکورتو میدی هم من دانشگاهم تموم میشه. رو ابرا بودم. خیلی ذوق داشتم. یه آهنگ برام فرستاد و گفت بیا این آهنگو با هم گوش بدیم. این عشق ما باشه. با همین برقصیم. از اینکه اینقدر دوستم داشت و حال دلم خوش بود و منم اون آهنگو گذاشتم زنگ گوشیم تا هر بار زنگ میخوره یادش بیفتم. چند ماهی گذشت، همه چیز خوب بود تا اینکه من یه خواستگار با شرایط عالی داشتم. بهش گفتم و انتظار داشتم ناراحت چه، بگه نه تو مال منی، ولی گفت تصمیم با خودته، هرچی بگی من احترام میذارم. شوکه شدم. باور نمی کردم. از اینکه ناراحت نشد یا تلاشی نکرد کفری شدم. گفتم میخوام ازدواج کنم، بهتره کات کنیم. رابطه ما بازم کات شد. انقدر حالم بد بود که اصلا نمیتونستم به کس دیگه ای فکر کنم، چه برسه به ازدواج. بنابراین خواستگار رو رد کردم. ماها و روزا گذشت و شد دقیقاً سال کنکورم. تو این 1 سال خوردی خیلی اذیت شدم. خیلی گریه کردم تا بتونم با نبودن میلاد کنار بیام. متاسفانه کنکور رتبه خوبی نیاوردم. قبول نشدم. ولی ناامید نشدم و دست از تلاش بر نمی داشتم. 1 سال موندم پشت کنکور. روزی که نتایج اومد با ذوق رفتم توی سایت، ولی بازم رتبم خوب نشد. گفتم نمیخوام دیگه درس بخونم، میخوام کار کنم. سخت بود راضی کردن خانواده، به خصوص پدرم، ولی خب راضی شدن. رفتم دوره ناخونکاری آموزش دیدم. تازه داشتم آموزش میدیدم که کرونا شد و نشد اونطور که باید قشنگ کار کنم تا مشتری جذب بشه. 1 سال گذشت، دوباره به سرم زد که درس بخونم. بین دوراهی درس و کار گیر کرده بودم که تو استوری یکی از بزرگترین سالن‌های شهر دیدم که ناخونکار جذب میکنن. خیلی ناامید رفتم تست دادم. گفتن از فردا بیا برای کار، مشتریای سالنم خودش هست، دیگه نمیخواد مشتری داشته باشی، نگران نباش. باورم نمیشد. روی ابرا بودم. این مدت دیگه میلاد از ذهنم پاک شده بود. دقیقاً سال 1400 بود که شروع به کار کردم. از صبح میرفتم سالن تا عصر و بعدش هم خونه. این مدت کاملا اتفاقی با یه پسری از طریق این اینستاگرام آشنا شدم. اسمش محمد بود. رابطه خوبی داشتم باش. گفتم فاطمه به خودت یه فرصت دوباره بده. قرار نیست اینم مثل میلاد باشه. خیلی دوستم داشت و به محبت میکرد. اصالتا اهل ارومیه بود که برای تحصیل اومده بود شیراز. قرار شد خانواده ها رو در جریان بذاریم. سنم بالاتر رفته بود و سختگیری ها هم کمتر شده بود. برای همین دل و جرأتم بیشتر شده بود. یه شب بعد از کلی فکر تصمیم گرفتم به مامانم بگم. سخت بود ولی کاری بود که باید انجام میشد. ولی با مخالفت کاملا قطعی و 100% مامانم روبرو شدم. خیلی حالم گرفته شد. خیلی ناراحت شدم. بعد وقتا محمد به دلم نشسته بود. هر کار میکردم نمیشد. به خودم اومدم دیدم تنهایی دارم تلاش میکنم. بهش میگفتم با خانوادت صحبت کردی؟ هر دفعه بهانه می آورد و میگفت نه. از این بلا تکلیفی و جنگ یک طرفه خسته شده بودم. فهمیدم محمد ترسوتر از این حرفاست. کم کم رابطه‌مو باهاش کمتر کردم و مدام بهانه می آورد. یه شب بین حرفامون گفت نوبت اجاره خونم داره تموم میشه، میخوام برگردم شهرمون. با چیزی که گفت شوکه شدم. قرار نبود بره. با ناراحتی پرسیدم پس من چی؟ چیزی نگفت. اونجا بود که فهمیدم ادامه دادن این رابطه دیگه ممکن نیست. ازش خواستم تموم کنیم. برخلاف انتظارم خیلی راحت قبول کرد. انگار که از خداش بود و دنبال بهانه بود. رابطه ما آخر تیر ماه 402 تموم شد. دوباره حال روحیم به هم ریخته بود. به خاطر دومین فرصتی که به دلم داده بودم از خودم ناراحت بودم.
بعدها از یه طریقی به گوشم رسید که میلاد و دختر خالش ناف بریده همدیگه بودن. اونجا بود که واقعا دلم شکست. از اینکه با احساساتم بازی شده بود از خودم دلگیر بودم. 2 هفته گذشت و بالاخره محرم شد. این چند مدت گذشته رو محرما دیگه جلوی مسجد نمی رفتم. ولی امسال تصمیم گرفتم برم. نمیدونم چرا. بازم دنبال میلاد میگشتم ولی ندیدمش. فکر میکردم فراموشش کرده بودم اما نه. دوباره این لحظات و این مکان برام تداعی کننده خاطرات شد. حس غریب و دلتنگی بدی داشتم. انگار همین دیروز بود که داشتم قشنگترین حسا رو تجربه میکردم. انگار همین دیروز بود که باهاش قرار گذاشته بودم. همینجا جلوی مسجد داشتیم با ذوق همدیگه رو نگاه میکردیم. اما حالا انگار یه خواب و یه آبی بود که تموم شده بود و رفته بود. مدتی گذشت. یه روز تو اینستاگرام داشتم میچرخیدم. یهو با خودم گفتم بذار سرچ کنم ببینم میتونم میلادو پیدا کنم. رفتم تو پیج پسر خالم رو سرچ کردم. پیجشو پیدا کردم. چشمم که به عکسش افتاد حس غریبی بهم دست داد. نمیدونم چرا براش ریکوست فرستادم. چند دقیقه گذشت که دیدم قبول کرد. قلبم به تپش افتاد. سریع رفتم نگاهی به پیجش کردم که ببینم ازدواج کرده یا نه. ولی نه پستی داشت نه هیچ هایلایت و استوری. یادم افتاد خودم یه استوری شکست عشقی برای محمد گذاشتم. زدم تو سرم و گفتم آخ خاک تو سرت فاطمه. سریع رفتم میلادو هاید کردم. چند دقیقه گذشت دیدم میلاد استوری کلوس فرند گذاشته. ضربان قلبم بالا گرفت. هم دوست داشتم ببینم هم نه ولی به خاطر کنجکاوی زیاد بازش کردم و با تعجب به چیزی که نوشته بود نگاه کردم. دیدم نوشته اگه نمیخواستی تو پیجت باشم چرا قبول کردی که بعدش هم بخوای استوریاتو هاید کنی؟ منم سری مثل خودش استوری کلوس فرند گذاشتم و نوشتم همینه که هست. دوباره استوری گذاشت که پس چرا ازدواج نکردی؟ بهونه بود. لبخندی زدم و سری نوشتم نمیدونم راجع به چی صحبت میکنی. اگه دوست داری صحبت کنیم پیام بده. که به ثانیه نکشید دیدم تو دایرکت پیام داد. حس عجیبی داشتم. دوباره خاطرات واسم زنده شده بود. از اینکه چرا ازدواج نکردم و رابطه‌مو باهاش تموم کردم صحبت کردیم. گفت تو محرم دیدمت ولی چون مامانت پیشت بود نشد بیام جلو. چند وقت پیشم دنبالت گشتم. حتی از پیج پسر خالت و پیج خیاطی مامانت ولی پیدات نکردم. شماره‌تو از پسر خالت خواستم بهم نداد. وقتی دیدم بهم ریکوست دادی خیلی خوشحال شدم. دست و پامو گم کردم. حرفاش قشنگ بود. بهم حس دوست داشتنی بودن میداد. دلم یه حالی بود که گفت فاطمه این مدت دنبالت گشتم. الان که پیدات کردم بیا یه فرصت به هم بدیم. اینو که شنیدم دلم لرزید. دقیقاً همون حسی رو داشتم که برای بار اول بهم پیشنهاد داده بود. ترسیدم که دوباره نشه و اذیت شم ولی به خاطر اصراراش قبول کردم. همین که تازه از یه رابطه سمی جدا شده بودم دنبال تسکین بودم اما به خودم قول دادم جدی به این قضیه نگاه نکنم تا بعداً پشیمون نشم. رابطمون بعد 7 سال دوباره شروع شد. گفت 2 تا لیسانس داره ولی الان ماشین سنگین داره. نشده که کار دولتی استخدام بشه. منم شرایط خودم رو گفتم. حدود 1 ماه چت میکردیم تا اینکه گفت فاطمه میشه همدیگر رو ببینیم؟ البته اگه مثل اون سالا قرار نیست بگی نه نمیام نه نمیتونم. از حرفش خندم گرفته بود. قبول کردم چون الان دیگه کار میکردم رفته آمدم دست خودم بود. مشکلی نداشتم. دقیقاً 11 مهر 402 ولادت پیامبر بود که دعوتم کرد برای نهار. اومده بود جلوی سالن دنبالم. دوباره مثل بار اولی که میخواستم ببینمش استرس داشتم ولی این بار به خاطر خودش استرس داشتم نه اینکه کسی ما رو ببینه. نزدیک ماشین که شدم پیاده شد و سلام دادیم. چقدر دوست داشتنی تر شده بود. خیلی بزرگتر و جا افتاده تر به نظر می رسید. قیافش هنوز همون بود ولی دیگه شیطونی گذشته رو نداشت. موهاش جوگندمی شده بود و واقعا داشت دلمو می برد. در ماشین رو باز کردم. یه دسته گل با رزای صورتی روی صندلی بود. قبلا بهش گفته بودم رز صورتی دوست دارم. دیگه استرس نداشتم. خیلی آروم بودم. الان اون 32 سالش بود و منم 23. ناهار خوردیم. کمی حرف زدیم. یکم معذب بودم. گفتم دوباره منو ببر سالن. قبول کرد و توی مسیر متوجه نگاهش از گوشه چشم می شدم. خلاصه منو جلوی در سالن پیاده کرد. گفتم دسته گلو نمیتونم ببرم داخل سالن. نمیخوام کسی متوجه بشه. گفت باشه عصر که تموم شدی میام دنبالت میرسونمت خونتون. گلو هم با خودت ببر.
عصر شد و من به کل فراموش کردم که میلاد جلوی سالن منتظر منه. اسنپ گرفتم و رفتم خونه. زنگ زد. همین که شماره‌اش رو دیدم هین بلندی کشیدم. با خجالت و استرس جواب دادم. گفتم فراموش کردم و کلی معذرت خواستم. گفتم فردا گلو برام بیار. و این شد آغاز این که میلاد هر روز عصر بیاد دنبالم و منو برسونه خونه. خیلی مؤدب بود. حتی دست نمیدادیم به هم. یه روز که داشتم از سالن برمیگشتم بهش گفتم یادت اون موقع برام یه آهنگ فرستادی؟ و گفت آره فلان آهنگ. دلم ریش ریش شد از اینکه هنوز یادش مونده. راستش منم هر بار که گوشیمو حتی عوض میکردم همون آهنگو میذاشتم زنگ گوشیم. خلاصه چون پاییز بود هوا زود تاریک میشد، کوچه ها خلوت میشدن. میلاد منو یه کوچه بالاتر پیاده کرد تا کسی ما رو با هم نبینه. حدوداً 2 ماه از رابطمون گذشت که یه روز گفت فاطمه شاید تو جهت سرگرمی یا وقت گذرانی با منی، ولی من قصدم باهات جدیه. قلبم ریخت. فکر میکردم اونم مثل من به این رابطه جدی نگاه نمیکنه. بنابراین گفتم اگه قصد جدی زنگ بزن خونمون، چون منم اهل رابطه بیهوده نیستم. دقیقاً یه هفته بعدش زنگ زدن خونمون. باورم نمیشد. تو این مدت کسی از رابطمون خبر نداشت. مامانم خیلی از انتخابم راضی بود. حالا مونده بود بابام. استرس داشتم. مامانم موضوع برای پدرم گفت. بابام شوکه شده بود. صدام کرد و گفت از اون موقع با هم تو رابطه این؟ تپش قلبم بالا گرفت و گفتم نه تازه با هم حرف میزنیم. گفته قصدم جدیه. منم بهش گفتم پس زنگ بزن خونمون. بابام خیلی خوشش اومد از این کارم. گفت باشه بگو بیان خواستگاری. باورم نمیشد. انگار خواب بودم. قرار مدارای خواستگاری گذاشته شد. 13 دی 402 اومدن خواستگاری. شب خیلی قشنگی بود. حسی که هیچ وقت تجربهش نکرده بودم. هرچی بخوام بگم منظورمو نمیرسونه. همه چی عالی جلو میرفت. دلم یه حال عجیبی بود. بعد 7 سال ما روز 1 بهمن 402 عقد کردیم. الان 6 ماهی از اون روزی که رسما زن و شوهر شدیم میگذره. دوران نامزدیمون خیلی خوبه. من بی نهایت عاشقشم. چیزی برام کم نمیذاره. خیلی حس خوبیه که با کسی ازدواج کنی که اولین عشقت بوده. تاریخ عروسی هنوز مشخص نیست. منتظر وام ازدواجیم. برامون دعا کنین. همه چی به خوبی و خوشی تموم بشه. لطفاً تو کامنت ها راهنماییم کنین. بهم بگین که اون زمانی که تو پیاما بهم گفتش که هستن دخترایی که تو دانشگاه میتونن بیام که ببینمشون، به نظرتون اون موقع دوست دختر داشته یا فقط میخواست منو بترسونه؟ من از این قضیه خیلی استرس دارم که نکنه دوباره دوست دختراش سر کلشون پیدا بشه. لطفاً راهنماییم کنید.